بعضی جدایی ها بی هیچ طلاقی رخ میده، نه حکم دادگاه نه چمدون بستن، فقط فاصله ای که کم کم میفته بین دو نفری که یه زمانی جونشون برای هم میرفت. گاهی بدون این که کسی داد بزنه یکی داره توی دلش فریاد میکشه، ولی اون یکی حتی سرشو بلند نمیکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر چیزی را زینتی و زینت زن و شوهر عشق و محبت به یک دیگر است. عشق همیشه در کلام نیست، گاهی در سکوتی است که نمیخوایی بشنوی که چطور تمام رویاهایت به گرداب فراموشی افتادند. آیا فراموشی خیانت نیست؟ اون وقتی که در سکوت عشقت رو فراموش میکنی، اونی که صداش نرسید قلبش رسید به مرز بریدن، و اونی که موند یه روزی پشت همون در بسته منتظر یه صدای بی پاسخ میمونه. پارت بعدی آخر خطی، اون جایی که سکوت حکم میده نه قاضی.